ایرج مصداقی، مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال قبلیش در شهر لندن برگزار شد و 5 روز بود و الان روز دوم مرحله دوم ایران تریبونال در محل دادگاه لاهه است. چه دستاوردهایی تا اینجا به نظر شما داشته؟ ببینید، من فکر میکنم خود برگزاری ایران تریبونال، حالا چه مرحله اولش چه حالا مرحله دوم که در شرف انجام هستش، خود برگزاری این یک موفقیت برای اپوزیسیون ایران، برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، برای قربانیان و برای همه اون کسانی که جنبش عدالت‌خواهانه رو پیگیری میکنن یا به دنبال اون هستن. چرا که تصور اولیه بر این بود که اصولا همچین چیزی برگزار نمیشه، امکان نداره و به خاطر همین من فکر میکنم قبل از اینکه ما بخوایم به دستاوردهای حقوقی این موضوع بپردازیم، به دستاوردهای سیاسیش بپردازیم، قبل از هر چیز باید به این موضوع بپردازیم که ما تونستیم تا اینجا اراده خودمون رو عملی کنیم. هدفی که در ابتدا شاید دست یافتن به او بسیار مشکل بود یا دست نیافتنی بود، چرا که میدونید تلاش‌هایی هم در گذشته بوده برای برگزاری ایران تریبونال که همه با شکست مواجه شده بود و عملاً خود برگزاری ایران تریبونال میتونه به عنوان یک طلیعه باشه و امیدواری ایجاد میکنه در خانواده‌ها، در قربانیان نقض حقوق بشر و پیام داره برای نظام جمهوری اسلامی که ما هستیم و ما ادامه میدیم و نقض حقوق بشر در ایران و پیگیری جنایت علیه بشریت در ایران در دستور کاره. اگر امروز در یک دادگاه مردمی در لندن یا لاهه برگزار میشه، قطعا در فردای نزدیک، قطعا در فردای میهنمون در دادگاه‌های ملی یا در دادگاه‌های بین‌المللی این موضوع پیگیری میشه. این یه مسئله است. مسئله که عرض کردم خود برگزاری این دادگاه چرا در مرحله اول یا دومش که الان هست موفقیت برمیگرده به مسئله بعدی، مسئله ابعاد سیاسی موضوع. ببینید، خود دادگاه ایران تریبونال یک تجربه جدیده. در ابتدا که ما شروع به کار کردیم خود ما هم اطلاع چندانی نداشتیم از کم و کیف کار. در جریان عمل بود که متوجه شدیم، در جریان عمل بود که تجربیاتی رو کسب کردیم، آگاهی پیدا کردیم و شناخت بیشتری به موضوع. دادگاه ایران تریبونال اولین دادگاهی که خود قربانیان، خود خانواده‌های زندانیان سیاسی، خود اونایی که در معرض نقض حقوق بشر بودن این دادگاه رو تدارک دیدن، این دادگاه رو تا اینجا آوردن و این تجربه جدیده. میدونید دادگاه راسل رو ما داشتیم، بله، اما یک عده روشنفکران هستن، کسانی که از بیرون به مسئله نگاه میکنن. این تجربه رو ابتدا به ساکن پایه‌گذاری کردن. منتها ایران تریبونال یه قدم جدیدتره، یه قدم نوعه، یه تجربه جدیده که قربانیان دست به کار شدن برای این موضوع. پس بنابراین بسیار مهم. خب میدونید ابعاد این بسیار میتونم بگم امیدوار کننده است. خود این ایران تریبونال، خیلی ها هستن تو ایران، خیلی از خانواده ها، خیلی از قربانیان نقض حقوق بشر که تا امروز سکوت کرده بودن یا فکر میکردن جایی نیست که بتونه این صدا پژواک پیدا کنه. شما میبینید امروز ما کسی رو داریم که میاد اینجا برای اولین بار صحبت میکنه و از رنجی که در طول 30 سال گذشته کشیده به خاطر اینکه مجبور شده در یک جایی بدون خواست خودش بیاد و تیر خلاص بزنه. این امکان به وجود اومده که خیلی‌ها بیان خودشون رو عرضه کنن، بیان اون چیزی رو که رنجشون میده در طول 30 سال گذشته بیان بگن. خیلی از خانواده‌ها این مشکل رو داشتن، اون بغض فروخفته‌شون رو هیچ موقع نتونسته بودن بیان کنن، هیچ جایی پیدا نمی‌کردن که این رو بیان کنن، این درد رو بیان کنن. خب ایران تریبونال یه جایی بود که تونستن یا فکر می‌کنن میتونن تو اینجا بیان و این رو بگن. بنابراین بسیار مهمه و خب میدونید همین که این موضوع رفته پوشش خبریش، میدونید خب راغب در رسانه‌های فارسی زبان مرحله اول بسیار خوب بودش و اغلب رسانه‌های فارسی زبان که پوشش وسیعی در ایران هم دارن اونو انعکاس دادن و خب حالا هم ما می‌بینیم که در اینجا دوباره هستن و خب اینا همش موفقیت. امیدوارم این قدمی باشه برای بعد که بتونیم یه دادگاه مردمی یا بین‌المللی رو دادگاه ملی یا بین‌المللی رو در آینده داشته باشیم. شاهد گوشه خیلی کوچکی از 32 سال قتل عام خونین زندانیان سیاسی
با قضات و وکلایی که سرشناس هستند در دنیا، پروفسورهایی که سرشناس هستند و اینجا اومدن که به حرف زندانیان گوش بدن. شما چه انتظاری دارین از این دادگاه؟ ببینید خب قبل از هر چیز میدونید که این اعضای هیئت دادگاه گرایش‌های مختلف سیاسی دارن، از چپ تا راست، یعنی و از حتی ادیان مختلف هستن و خب این نشون میده که موضوع در یک سطح نمونده و اقشار مختلف رو داره، چه در سطح دادگاه خب چه در سطح خود شاهدینی که در اینجا هستن. میدونید خب ما بهایی داشتیم، مسلمان داشتیم، چپ داشتیم، همه جور کسانی که مورد نقض حقوق بشر در ایران واقع شدن در اینجا حضور داشتن. به طبع انتظاری که ما داریم در اینجا در ایران تریبونال اینه که خب قبل از هر چیز شاهدین این انتظار دارن که در یک دادگاه مردمی به موضوع رسیدگی بشه و ثبت بشه به عنوان یک جنایت علیه بشریت تا خب قطعا در آینده در دادگاه‌های رسمی در سطح ملی یا بین‌المللی موضوع پیگیری بشه. ممنون و متشکر از شرکت شما در این مصاحبه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.